مشتری. الان ساعتی که من اومدم حدودای ساعت 4:30 بعد از ظهر. انشالله سینما اینقدر مونده که برقص حرف شده. این الان دیوار سینما اینم دومین جوجه گردنمونه، بعد اون دهه 50 اومده. ببینین این ما بهش میگفتیم کوچه به نمازا. کوچه اونایی که نماز نمیخوندن. خاطرات قدیم تبریز میشه برامون تعریف کنین؟ سلام دوستان عزیزم، خوش آمدید به کانال خودتون. اینجا تبریزه و اینجا هم که میبینی خونه دانشجویی و اجاره‌ای ما، خونه کوچیک ما در شهر زیبای تبریز هستش. امروز قراره با هم بریم به اغذیه فروشی 444 در چهارراه شریعتی یا چهارراه شهناز قدیم در تبریز که این اغذیه فروشی 75 ساله، شاید هم 80 ساله هستش. لطفاً با من تا انتهای ویدیو همراه باشید، چون که صاحب این اغذیه فروشی همین که خاطرات قدیم از تبریز، از خاطرات قدیم تعریف کرده و چیزایی که حالا توی اغذیه فروشی داشتن، خیلی چیزای قدیمی و نوستالژیکی که من فیلمش رو برای شما عزیزان گرفتم و حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید و بریم با هم دیگه تماشا کنیم. دهه 60 شاید هم از اون پایین‌تر، چون اینجا حدوداً 75 سال قدمتشه. اول ساندویچ تبریز همین ساندویچ 444 باری کلا به دلم راش انداخته. خدا رحمتشون کنه. تحت باری از اینجا مونده دیگه. ایشالله که برقرار باشه. بله. پس یعنی اینجا قدمتش چند ساله؟ 75 سال. ساختمون اول ساختمون فلزی چوبی تبریزه. بله. ساختمون آسایش. بعد اینجا حدوداً 75 ساله که توی این کاره. از یعنی 75 سال پیش اینجا ساندویچی بوده. بله. ساندویچی 444. بعد غذاها اون زمانی که نوشابه کوکا این فرمی نبود. با جعبه‌های چوبی می آوردن. درسته. خود همون چوبه رو خودشون گذاشتن تو چیز، تو کلکسیونشون، تو شرکت. کدوم شرکت یعنی؟ شرکت کوکا. کوکا. اونا تو جعبه‌های چوبی می آوردن. درسته. 24 تایی چوب. آقای غفاری، غذاهایی که درست میکنین به چه سبکی درست میشه؟ چه جوریه؟ کارخونه‌ایه؟ چه جوری هستش؟ یا خونه‌ایه؟ ما همشون خونه‌ای درست خونه‌ای. کارخونه‌ای نه. کارخونه این بالایی هست. فقط سوسیس. بله، این سوسیس همبرگر. بعد همبرگر دستی خودمون داریم که میزنیم. اونم سوای ایناست. اکثرا همبرگر پولی بیشتر میبرن. اینم قیمت غذا. همبرگر 250، کباب 150. بعد پرسیه یا با نونه؟ نه، با نونه همشون. بیشتر با این کار میکردم. کلا بسته بندیش کردین و آره دیگه، پوشونه بسته که بندی. خراب نشه دیگه. مال حدوداً 54 سال یا 55 سال میشه. هاگن دیگه مال آلمانه. پس اینجا سرو میکنین؟ بله، سرو. لوبیا هم سرو میکردیم. لوبیا الان گرون شده دیگه، مثلا نمیگیرن. الان 400 تومن لوبیا. بله. الان این غذا مرغه؟ نه، قارچ و گوشته. قارچ و گوشت. بله. به گار خودمون چپ کرده و قارچ. اینا رو من همون اولین دهه 20 یعنی مال 1320. 20 تا هست اولین دستگاه جوجه گردونه
توی تبریز درسته؟ شاید هم بشه گفت تو ایران هستن. 85 سالش. دوستان ببینین یعنی انقدر وسایل قدیمی دارن گفتن که حالا خیلی هاشو جمع کردن بردن گذاشتن تو انبار. نگاه کنین الان این جوجه گردون قدیمیه که حدود چند سال عمرشه؟ 85. 80 سال عمرشه. یه دونه جوجه میذاشتن و برق برق می‌زدن. میزدن. بله خیلی هم عالی. باید سینش هم کار میکنه. آره سنش هم کار میکنه. ما این فکر کنم آلمانی باشه که کار همون. آره ببین یه برچش هستش. مارکش چی نوشته؟ من الان باید عینک بزنم ببینم. مارکش میتونین؟ پاتیزنر. مال آلمانه. ببینین دوستان جوجه گردون 85 ساله که همکنون هم کار میکنه ولی دیگه خب جمعش کردن دیگه. جمعش کردن و یا حالا آوردم که یه فیلم من بگیرم شما عزیزان ببینین. دستتون درد نکنه. من برای نفری هستم که میبینم. خواهش میکنم. لطف کردید. ممنونم. کسایی که دیگه کلا اینجا رو میشناسن و قدیمیای اینجا. پسرش بیاد بکنم مثلا اگه زیاد غلوب نبرم با نوش هم آن بیارم. نباشه. آره محصول بازم 3-4 نسل با هم پدر بزرگ و پسر و از قبل هم ساندویچی بوده دیگه از قدیم دیگه این مغازه. قبل از پدر من که نه. بله. فکر کنم اون موقع رو که شنیدم لوازم خانگی بود. آها. بعد ساندویچ رو پدر من اومدن اینجا رو ساندویچی ساندویچی کرد. کردن 75 ساله پیش. همون دهه 30 بله. پشت ویترین بود. اون موقع چارچوب فرق می‌کرد، مغازه کلا فرق می‌کرده. بعد باید اینجا مثلا یکم بازسازی شده. بله. پشت اون مثلا دیده می‌شد. درسته. گذاشته بودین اونجا. بله. همین الان زدیم تلفن نکردیم چون داغه و درس کنم مخصوص بندری خیلی غذای تندیه با فلفل و ادویه مخصوص گفته میشه این هم از اول اینجا بوده فکر کنم ادویه 75 ساله که فقط دستورشو حاج آقا خودشون دارن. بله. زمینیمون غذای ساده ایه ولی خیلی تند و خوشمزه. مشتریش هم زیاده بود شاید مثلا 4 سینی ما از اینا درست کنیم. پیراهن سال 50 به بعد اومدن تو بازار. البته باز باید فرق میکرد. الان کار ندارم خیلی سطح بالاش هم اومده ولی اون موقع که اینجا مثلا ساندویچ بود قدیم یا توی تابه اینا غذا سرو میپختن. سوسیس و همبرگر هم نبود. خدا بیامرز مادر کتلت درست میکرد. بله درست. خدا بیامرزتش. خدا رحمتشون کنه. بعد مثلا ساندویچمون مرغ بود، سوسیس آبپز بود، سبزینا بود، کتلت بود. بعد همین چیزایی که اینجا می‌بینید این رده جنس‌ها بود. درست. اکثرا با روی تابه درست می‌کردن. آبش خیلی قدیمه. تو همه مغازه خودتون دیگه منظورتون. همون که میگن همین مغازه. همینجا. غذاهای قدمت‌دار اینجاست. باید دوتا هم بگیریم همه جا باستادی. دستتون درد نکنه. میبینین فقط چه کاهوهای تازه کاملا از رنگش پیداست. حل کنیم. سنگین وزن ها اهرم داره تا هر چقدر بخوای کیلو خب یه دفعه دیگه از کار کردین بفرمایید. این تراکو هست. بله. گیر بوکس داره. اون با این دنده
عوض میشه. از گرم حساب کن تا کیلو، 3 کیلو. بعد اینجوری دیگه میره عقب. درست. فکر کنم این ترازو 1953 الان 2025 دیگه 1953 اینجا هستش میتونیم برداریم. 1953 من فکر کنم آلمانیه یا انگلیسیه. بله آلمانی هم. دستتون درد نکنه. نه رو به احترام شما آوردم. لطف فرمودین ممنونم. داخل بوتیک تشریف برید که خوش برید. یکم پایین‌تر یک کلیسا هستش. قبلا اونجا مدرسه بود. مدرسه هروشیدما. بله. از اول ابتدا تا نهم اونجا خوندیم. صبح فارسی بعد از ظهر فرانسه. پس الان یعنی فرانسه‌تون خوبه؟ نه دیگه بله. نه حالا در همون حد اون موقع‌ها متوجه میشین. میکنن که اونجا که ما نبودیم اداره فرهنگ و ارشاد اون بالا. اون بالا بله. درش هم از کنار آتلیه لوکسه. هم ریموت گذاشتن. درب ریموت دار گذاشتن ولی وقتی اون ریموت داره بره کنار یه درب قدیمی طولی داره که خیلی عالیه. بله. بعد اکثرا عکس‌ها و آرشیوهایی که قدیم تهیه شده از یا پشت بوم اینجا خیابون‌های تبریز رو انداختن یا از ایمون اینجا انداختن. نگاه کنیم با آرشیوهای قدیمی هستن. در اینجا چلو کبابی آسایش بوده تا سال 62 بوده که الان شده آجیل لوکس. بله. خیلی قدیمی بوده و اینا. بعد عرض کنم اون کافه بیدلم که هست غذاخوری قصر ارم بوده. از قدیم بودن تا اینکه بعد اونا هم که اومدن کافه بله کردن. کافه بیدل اتفاقا داخلش رو فیلم گرفتم. دو تا چلو کبابی قدیمی بودن. ایشون 62 جمع کردن. بله. چلو کبابی آسایش که خیلی از مسئولین اونا از تهران که می اومدن اینجا غذا می‌خوردن. و هر کی هم از تهران می اومد یا تو بازار دنبال حاجری بود یا چلو کبابی آسایش. بله بله. بعد اون قصر ارم بود که اون هم جمع کرد. فکر شدیم مثلا فکر کنم یه 7-8 سالشون بود که یه خاطره‌ای هم داره از اون دوران. بریم که انشالله برامون تعریف کنن. بفرمایید شما بفرمایید. آقای غفاری که از خاطرات قدیم تبریز میشه برامون تعریف کنین؟ یه زمان که مثلا روی جوبار نوسته بودم باز بود آب که بارون میومد زیاد میومد دیگه میزد تو خیابون. یه اینجا طبقچه بودن تو طبقچه وسایل بودن اونا وارد کار میشدن نفری 5 گرم میگرفتن چیز رو چیز طبق میشستن اونا رو میبردیم برای خیابون. بعد اونا که میخواستن خودشون تنهایی بیان زودتر بیان به پشتشون میگرفتن 1 تومن میگرفتن. یعنی رفت 1 تومن میدادن پشت یارو سوار میشن اونم تا اینجا تو آب بود دیگه میومدیم برای میومدی. عجب چقدر جالب. یه بارم برف اومده بود فکر کنم خدایرم سال 50 بود یا همین دور بلا بود. ما مدرسه میرفتیم 3 و 4 بوده برف اومد یهو شروع کرد زیاد شدن دیگه یواش یواش به 6 میرسید. آخر سال 4-5 بود همه مغازه رو بستیم که بریم خونه.
خود چهارراه نتونستیم بریم با پدرم. بعد ماشینا ارتشی کابانکار بهش میگفتن. بعد آونا میومدن جماعت رو جمع میکردن به هر مسیحی که میخواستن میرسوندن. بعد بهشون مثلا بعضا چیز نمره بود مخصوصا نمره جو بهش میدن. بله. این نمره این نمره بود تو ماشین بعضی که ندونستم داموز نمره بگیرم بهشون نمره میدادن. ولی خب بعدی که اومد بکنم تو تاریخ باید بنویسم. واقعا حداقل فکر کنم یه متر هم بیشتر. میشه مال چند سال پیش این یعنی؟ بالا فکر کنم 54 سال. 55 سال اینطوره. یعنی این کلا واسه کل ایران گفتن اومده. درسته. اون زمان میگفتن. بله. کل ایران رو برداشته بود. بله دیگه میگن تبریز و هزار داستان همینه. که دیگه آقای غفاری هم انقدر خاطره دارن که از تبریز قدیم تعریف کنن. اون موقع که بچه بودن تو این مغازه و خدا بیامرزه پدر بزرگوارشون رو اینجا تشریف داشتن، از اون زمانا خیلی خاطره دارن که تعریف کنن. خیلی ممنون همین که وقت گذاشتین اینا رو محبت کردین تعریف کردین. سیرک آورده بودن برای اولین بار. بله. یه هم باقلستان که هست هندی آورده بودن. بعد رفتیم اونجا یه شب رفتیم نگاه کنه یه کوچیک بودم با پدرم نرفته بوده. من اون زمان موتورها که هست توی دایره میچرخن تو سیرک دیواره مرگ بهش بله درست. اونا یکی مثلا پرچم برمی‌دار که رو شهره چیزای جالب بود. فیلا اصلا خیلی دیدنه بود. بله. حالش هم از همونجا که رد میشم باز همون صحنه جلوی چشمه. درسته. خاطرات براتون زنده میشه. یه توپی بود بزرگ هیچ وقت یادم نمیاد. مثلا این توپ فوتبال توش 2 تا موتور بود، یکی برعکس میچرخید، یکی اونور یکی اینور. هیچ موقع به هم نمیخوردن. عجب بابا. چقدر جالب. تو همون سیرکه بود. تو همون سیرکه بود. تشکر. یه باشگاه بود، باشگاه لایت. بله. اونها که میخواستم برن مثلا سنشون کم بود اونجا پانسیون میکردن از طریق دولت میفرستادن میرفتن درس بعد برمیگشت. درسته. اینطوری بود. بله. برای خودم درست میکنم یکم متفاوته. آدرس اینجا رو آقای غفاری آدرس اینجا رو میشه بفرمایید؟ چهارراه شریعتی که همون چهارراه مصلا. به اسم قدیمش چی بوده اینجا؟ اسم قدیمش چهارراه شهناز سابق بود. بله. بعد ساختمان آسایش ساندویچ 444 روبروی کالاژ میهن‌تور سابق. قبلا اونجا ترمینال بوده دیگه، کالاژ میهن‌تور که از اونجا ماشینا به شهرستان می‌رفتن. نه ترمینال هنوز درست نشده بود. ماشینا داخل شهر بودن. بله. ایران پیمان میهن‌تور، شمس الاماره، لوانتور، همش اکثر تو خیابون فردوسی و اینجاها بودن. جدا بودن بعداً جمع شدن شد ترمینال. حالا اون قبلا اینجا بودن. رفت بالا. اصلا ببینیم اون برای خیابون توریست بره. اون دست خیابون گاراژ میهن‌تور سابق بوده. آقای غفاری این گاراژ میهن‌نور یا میهن‌تور؟ میهن‌تور. یعنی از چه سالی؟ 4 دیگه. بله از چه سالی اون وقت اینجا بودن اینا؟ حالا من که بچه بودم همینجا رو دیدم دیگه با همین خیلی قدیمی. خیلی قدیمی. سینما اینقدر مونده که توش درخت ثبت شده. این الان دیوار سینما درسته؟ سینماست بله. اونم همینجور. همین دیوار. اسم این سینما چی بوده؟ سینمای سعدی. سینمای سعدی از چه سالی یعنی میشه گفت؟ از چند سال پیش؟ 70 80 چند سال پیش؟ فکر کنم 70 هم بیشتره. بعد اینجا رو کلا بهش چی میگفتن گفتین؟ این کوچه چیز بود. الان اسمشو گذاشتم میار ولی ما بهش میگفتیم کوچه بنمازا. اونها که نماز نمیخوندن تو این کوچه بودن. آها اونجا کلیسا. یعنی اینم الان اینم درشه دیگه. بله درشه نمیدونم باز کنم مثلا بزنم بریم. نه فکر نکنم مثلا کسی فکر نمی‌کنم توش باشه. بسیار سلام. والله سعدم bir عکس جوترا. نمیشه. نه حداقل از اون یه تیکشو. فقط حیات. نگاه بکنیم فقط. آره ولی فیلم نمیتونید بگید. باشه فقط نگاه بکنیم ما. خب باشه فیلمو خاموش کن. از هم بیرون.
آقای غفاری زحمت کشیدن اومدن که این کلیسا رو نشونه من بدن. ببینین همین که این مدرسه که اینجا هستش و همین که کلیسا و هم سینما. حالا منتها گفتن که دوربین و فیلم نگیریم. بله. بعد مدرسه که پس فرمودین کجاست؟ مدرسه همینجا بود دیگه. آها همینجا مدرسه بود دیگه. آها بعد کردنش کلیسا. نه اصلا مدرسه بود، کلیسا هم توش بود. این مدرسه نور که بود اونجا. بله. این هم اونطوری بود. متوجه. بعد شما اینجا میمدین مدرسه؟ من درس میخوندم. تابلو هم نداره که اسمشو ببینیم چیه؟ نه اسمش ببین چند سال جمعش کردن حدودا. اونجا چی آقای غفاری؟ اونجا اون قسمت هم پارکینگه. شخصی پارکینگ. البته اون ورش پارکینگه، این ورش حیات کشیشینا اونجا بودن. درست. از پشتش که ساختمون بود اونا رو سیم خاردار کشیدن. پس شما الان منزلتون همین نزدیکی هاست که دیگه بارناوا که دیگه. بارناوا که کلا اینجا رو بهش میگفتن پاساژ. آره اینجا پاساژ بود. به معنی فرانسویش یعنی محل گذر. بذاریم من اینجا رو یه راجع به این در سینماه درسته؟ در سینماست و اینم سینماییه که از قدیم همچنان اینجا هست. چند ساله یعنی قبلا کار می‌کرد. اسم سینما چی بوده؟ سعدی. بس شما درد نکنه آقای غفاری، خاطرات قشنگی رو اومدین تعریف کردین. محله شهنازه که ببینین دوستان، محله قدیمی تبریزه که خب من قبلا فیلم کامل اینجا رو گرفتم و تو کانال قرار دادم و امروز هم که اومدیم در خدمت آقای غفاری ساندویچ 444 که ایشون محبت کردن و رفتیم با هم اون سینما و کلیسا و مدرسه‌ای که قبلا همونجا خودشون درس می‌خوندن و نشون دادن و راجبش صحبت کردن. خیلی ممنونم ازتون. 35 و اینا جمع کردی گوشین با حالا هم. بعد اینجا که پیاده می‌کردن این قدیمی های اینجا میگفتن که همه داشتن نگاه می‌کردن که این صندلی از خارج اومده. خیلی عالی ام، بالاست، زیادم هستن. جمع کردم یک گوشه. تو خود تهران دو تا کارخونه بود، کارخونه کالباس‌سازی. یکی مال آرزومانیان بود. بله. یکی مال میکالیان. بله. این همسایه رو بدون کلام فوت کرده، مازش هم فروخته. نماینده آرزومانیان بود، ما نماینده میکالیان. میکائیلیان. بله. خیابون کباب سلطنه فکر کنم چیز بود، مرکزش بود اون موقع یادم بیاد. چون خیلی کوچیک بوده، با برادرم رفته بودم. اول انسان میزن چون تو من شنیدم تو خیابان بلوار الیزابت، محمد و علی. این دو تا رو بلوار کشاورز فعلی. بله. گفتن که اول انسان میزن اونجا راه انداختن. شما یعنی این خاطرات رو الان پدر براتون تعریف کردن یا مثلا به هر حال موقع تعریف کردم ما یه چیزا مونده تو ذهنمون، بعد بعضیاشون خوب اینجا داریم می‌بینیم دیگه. بله درست. قول معروف اون بیارون گذشت. انشالله که تندرستی و برکت باشه. اینم دومین جوجه گردنمونه، بعدمون دهه 50 اومده. اینم برقیه، بعد اینجا بالا میذاشتن گرم بمونه، اینجا هم 3 تا مرغ میگیره. اینا رو جمع کردیم. آره. ببینید دوستان اینجا همینجا طبقه بالای رستوران اینجا باز یه سالونی بوده که این میز صندلی‌های قدیمی نگاه کنین. مال چه سالیه آقای پیمان خان؟ اوایل 50. ببینین این میز صندلی‌ها رو، میزش کدوم اون وقت؟ میزش هم ایناست. اینم میزاشون بود نظر. بله. هر از گاهی دیگه تمیز میکنیم و اینا میذاریم کنار. بسیار عالی. میشه مال چند سال پیش؟ تقریبا مثلا 55 سال پیش. 55 سال پیش. تقریبا اینا رو حدودی میشه. ببینین چه صندلی قشنگی داره. یه صندلی گرد کوتاه داره، اینم میزاشه.
که اینجا گذاشته. اینجا قبلا خدمتتون عرض کردم اینجا قبلا خود بله، سالونی بوده و اینجا. به خاطر همین نورش الان یه مقداری ملایمه، چراغای هالوژن بعدها زدن، ولی دیگه الان کلا اینجا رو یه حالت دیگه استفاده نمیکنن، فقط پایین رو استفاده میکنن. اینجا جمع کردیم. وسایلشون رو گذاشتن. خدمت طولانی اینجا داره که همشون از خارج ایران اومدن، سفارش خارجی ایران، فایبر گلاس مخصوصی هم. بله. درش کنم اینم که مال دهه 50 بعد این جوجه کردم. این مال دهه 30، این مال 50. این هم از خارج ایران اومده. دستتون درد نکنه به خاطر توضیحاتی که دادیم. زنده باشین، سلامت باشین ان شاءالله. ببینید دوستان، جوجه گردونایی که قدمت زیاد و طولانی داره که حالا قراره همه رو اینا رو پایین یه بوفه و کمدی درست کنن به عنوان تزیینات و یه حالت نوستالژیکی پایین درست کنن و بذارن که دیگه مردم وقتی که تشریف آوردن به رستوران نرن ببینن دیگه. اینا رو نگه داشتیم ان شاءالله. ترازوئه که آوردن فیلم گرفتیم وقتی خواهد شد ان شاءالله. کلاسای اون موقع است. فایبر گلاس‌های اون زمونه. اینا رو من هر سال تمیز میکنم، بعد میذارم سر جاشون. امسال دیگه محرم از اون یه ماه بسته بودیم، خورد به عید نتونستم. دیگه انشالله این روزا تمیز میکنم. صحبتم اینه که بعد این همه سال یه بار یه دستمال و یه آب صابونی میزنی روش. بله. این روز اول میشه. بله اصلا خیلی قشنگن، اصلا خیلی واقعا. یعنی نشستن روی اینا و این ساندویچ‌های خوشمزه این رستوران رو خوردن آدمو میبره به دوران قدیم واقعا. تو همین یه تیکه سالن، بله. همین یه تیکه سالن کوچیک 4-5 دهه خاطره دارم. درست. ما چند روز پیش قبل عید وایستاده بودیم اینجا، دیدم یه آقای خیلی متشخص فیلم برمی‌داره از تابلوی ما. بعد گفتم که به شوخی آقا از ما هم فیلم بردار. گفت که نه، ما سال دهه 60 اوایل دهه 60 اینجا دانشجو بودیم، بعد اینکه دانشگاه ها باز شد، بعد الان تو تهران دکتر هستم، دکتر قدرت بودم متخصص، کارتشون هم دادم به من. بعد ما یه گروه بودیم که اینجا درس می‌خوندیم، هممون الان تو تهران یا جاهای دیگه دکتریم، ولی یه گروهی تو تلگرام تشکیل دادیم تو صحبت. بچه‌ها گفتن هر کی تبریز رفت بره ببینه همون ساندویچی اگه مونده یه فیلمی برامون بفرست. آقای غفاری فرم از اون فرای خیلی عالیه فرتون. قشنگه. مشخص همون خیلی تمیز و مرتبه. ما اینو تمیزش بکنیم که چیز نشه. خراب نشه یه وقت. بله. کثیف نمونه. بله خب ذرات چربی و روغن. بشه. بله دقیقاً. واسه روزی که میمونه اینطوریه. دقیقاً. اون روز اینجا رو تمرین می‌کردی، یه خانم اینجا بود نشسته بود گفت بابا که آبروی ما رو بردی، ما خونه‌مون اینطوری شیشه رو تمیز نمی‌کنیم، تو اونجا تمیز می‌کنه. شما من وقتی وارد شدم دیدم که همه تمیز برق میزنه واقعا. هرچی هم اینجا پیچیده که واقعا نمی‌تونم براتون بگم. روغنش مشخص نمیشه، ولی چون مشتریای ما عادت دارن که غذا جلوی چشمشون پخته بشه اینجا رو تمیز که قشنگ پشت شیشه ببینن دیگه. بیشتر اینجا چه غذایی مردم میان سفارش میدن استقبال میکنن؟ از کدوم یکی از غذاهاتون؟ اکثرا همین که میبینی اینجا چون سیب زمینی در ساز بندریه. بله. دیگر
یک همبرگر خونگی. خوراک زبون و اینا چی؟ چرا؟ زبون هم که جای خود داره بابا دیگه. زبون و مغز که اصلا که قول چی بگم؟ از همه‌شون مشتری دائمی خودشو داره. بله. بهای دستسازمون بله. بیشتر از بقیه. ببینید دوستان هم پرملات و خیلی همچین حسابی ساندویچاشون هستش که مشتری الان ساعتی که من اومدم حدودای ساعت 4:30 بعد از ظهر دیگه. من سعی کردم که یه ساعتی بیام که اینجا خلوت باشه که بتونم راحت برای شما عزیزان فیلم بگیرم. مشتری از تهران داریم تشریف میارن در گذاری واسه دیدار خانواده‌شون بعد میگن که این ردیف رو فقط تو تبریز باید اینجا خورد. این ساندویچ خورد. این ردیف فقط اینجا میشه خورد. ساعت 10 الی ساعت 10 شب هستیم. 10 صبح تا 10 شب. دو سه سری همون روز مشتری من خارجی بودن، از آلمانی بودن، از ایرانی بودن. موقعی بودن من از آن می‌بردم فیلم برداشتم. گذاشتم یه فکر دکتر رسولی کارخانه گفت حتما من تو چیز دیدم وقتی چه اطلاعات رو استفاده کنم اون جدید. بابا دستتون درد نکنه. ببینید دوستان هر چیز قدیمی و نوستالژی که بخواین این ملامینای قدیم طرحش رو فقط خودتون نگاه کنید مال چند سال پیشه و اینم قوریه. حالا یه کتری کوچیک‌تر از اون سایز قبلیه که خدمتتون نشون دادم. با اجازهتون خیلی ممنون از اینکه اجازه دادین. انشالله که برکت و سلامتی باشه هم برای خودتون هم خانواده‌های محترمتون. با اجازهتون خدا نگهدارتون باشه.